انجام بشه. رهبر معظم انقلاب کارت ملیشون رو در اختیار هیئت نظاری و میز اجرایی صندوق سیار 110 قرار دادند تا به صورت الکترونیک ثبت هویت انجام بشود و سپس با ثبت مشخصات و ثبت اثر انگشت برگه تعرفه در اختیار قرار خواهد گرفت تا نام نامزد مورد نظرشون رو بر روی برگه تعرفه مرقوم بفرمایند و انشالله در صندوق سیار 110 بیاندازند. جا دارد که یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن و یاد همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی بداریم، چرا که انتخابات میراث گرانبهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که امروز هر ایرانی میتواند در هر جایگاه و مقامی با یک رأی خود در سرنوشت آینده ایران عزیز سهیم و شریک باشد. تا لحظاتی دیگر رهبر معظم انقلاب رأیشون رو در صندوق سیار 110 خواهند انداخت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.